президент туркменистон Қурбонгулӣ Бердимуҳамедов рӯзи 6 август дар мулоқоти машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ дар осоишгоҳи Овоза дар соҳили баҳри Хазар ба президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон нишони фахрии сарони давлатҳои Осиёи марказиро тақдим кард. Эмомалӣ Раҳмон аз байни раҳбарони минтақа аввалин нафарест, ки сазовори ин мукофоти тозабунёд дониста шуд. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان با نشر سی عکس گفت امامعلی رحمان با قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیکی، همدیگرفهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفعت‌ها و تشبس‌های مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین‌المللی با نخستین مکافات عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی سزاوار گردانیده شد. امامعلی رحمان که 5 اکتبر به سن 70 پای می‌گذارد، از لحاظ سن و سال در بین راهبران امروزه دولت‌های آسیای مرکزی از همه کلانسال‌ترین به شمار رفته، از لحاظ سابقه ریاستش نیز در جای اول می‌ایستد. امامعلی رحمان از سال 1992 اینک قریب 29 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. از همتایان دیگر او در منطقه قربانگولی بردیمحمدوف از سال 2007 اینک 14 سال در کرسی پرزیدنت ترکمنستان تکیه زده است و رئیس جمهوری ازبکستان شفقت میرزیویف تازه سال 2016 و پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف سال 2019 به مقام رهبری نشستند. هم از نگاه سن و سال و هم از لحاظ سابقه ریاست جوانترین رهبر در آسیای مرکزی صادر جباروف است که تازه 10 ماه قبل از زندان آزاد شده. ماه ینور سال 2021 همگی نیم سال پیش کرسی پرزیدنت قرقیزستان را به دست آورد.